سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای روز را معرفی میکنم. بعد 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی پیشنهاد شما می شود که این و دیگر موضوعات مطرح می گردند. در نسبت خوجا کریموف معروف به خوجا کماندیر بر اساس 5 ماده کودکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایتی باز کردند. شام 19 فوریه مقامات وزارت امور داخلی با پخش برنامه از طریق تلویزیون های دولتی از مردم دعوت کردند که اگر وابسته به جنایت های صادر کرده شهروند کریموف خوجا رحیموویچ معلومات و دلیلی دارید و یا مورد عمل های جنایتکارانه او قرار گرفتید به مقامات مراجعه نمایند. در این برنامه نوار بازپرسی خوجا کریموف نیز نمایش داده شد. تفصیلات را 3 ساعت پس در اختیار شما خواهیم گذاشت. یادآور می‌شویم که خوجا کریموف فرمانده پیشینی فرانت خلقی تاجیکستان را در آغاز هفته از دبی به دوشنبه استرداد شد. با نزدیک شدن انتخابات پارلمانی در برنامه امروز وابسته به این معرکه سیاسی و آمادگی به جریان آن گزارش خواهیم داشت. درباره آنکه به فرق از انتخابات‌های قبلی امسال برخی از شرکت‌های موبیلی به مشتریان پمایک فرستاده ساکنان برای شرکت به این معرکه سیاسی دعوت می‌کنند. اما یک گشت و گذار خبرنگاران رادیو آزادی از کوچه و خیابان‌های پایتخت نشان داده است در معرکه تبلیغ نه همه نامزدهای احزاب سیاسی فعال هستند. در یک قلیانخانه آلمان 9 نفر در پی تیرپرانی کشته شدند. طبق اطلاع خبرگزاری‌ها مرد نامعلوم به مشتریان قلیانخانه حمله کرده و به جانب آنها تیر خالی کرده است. گفته می شود حمله بر شهروند آلمان بوده است. تفصیلات جزئیات را در برنامه پیشنهاد خواهیم کرد. افضلشاه شادیوف هنرمند شناخته تاجیک از مقام رهبری فیلارمونی دولتی برکنار شده است. شادیوف از سال 2014 فیلارمونی دولتی تاجیکستان را رهبری میکرد. برکناری افضلشاه شادیوف در حالی است که سال 2018 حکومت تاجیکستان با ارسال یک نامه از وزارت فرهنگ خواسته بود در فیلارمونی دولتی تغییرات کادری به عمل آورده و نفری آگاه از سیاست را بر رهبری آن تعیین کند. اما حالا مسئولین وزارت فرهنگ میگویند برکناری افضلشاه شادیوف به این نامه دخل ندارد. جزئیات کمی دیرتر برایتان خواهم گفت. در برنامه امروز از یک دهه در ناحیه کوشانیان به شما گزارش میدیم که ساکنانش میگویند با نزدیک شدن فصل بهار در حالتی ترس به سر میبرند. مردم دهه دوستی میگویند خانه‌هایشان در ساحل دریای وخش است. با زیاد شدن بارشات آب ساحل رخنه شد و به خانه‌هایشان تهدید می‌کند. در چند سال اخیر در این دهه ده‌ها خانه را آب برده است. بینندگان عزیز، همه شما به تماشای برنامه خبری رادیو آزادی دعوت می‌کنم که ساعت 5 به وقت تاجیکستان و ساعت 3 به وقت روسیه تقدیم می‌گردد. خدا نگهدار.